مدیریت آسایشگاه چیز شد دیگه، باز بره، وقتش رسیده بود. تودی شد دیروز. خیلی حرسمون داده بود این مدت. یعنی شما بگو اون چه از تپه مپه بود ایشون کار نکرده نذاشته بود. البته کف حیات موزاییک کرد همین آخریا. بعد نهارم موز میداد، خودش میبرد با جعبه. عجیب بود مدیریت. تا همین دیروز که تودی کرد. اول که اومده بود ما اصلا نمیدیدیمش، نشسته بودیم هواخوری روزنامه آزاد میخوندیم با جمشید. صبح امروز سر صبح دیروز مشاد، اخبر خنچی، عالی جنابان رنگ و وارنچی، حمید رضا، شمس پرنده همه سوار بودن به خر مراد. ما این نگاه کردیم دیدیم یه مدیریت عجیبی اومده اما پیدا نیست. بعد که اومد جمشیدینا فرستادنش حموم سلمونی، یکم روش وا شد. چی بود اون بابا؟ یه خطی میزون میکرد وسط کافیشن، شلوار تو همون جا میبود بالا. میخواست برعکس مدیریت قبلیه باشه. ما کار نداشتیم، همون عصر آزاده و نپپی و جامعه مدنی بودیم کف حیاط. یه روز مدیریت عجیب دلبر رو صدا کرد، گفت باید لاکی تو پاک کنی. ما جرمون گرفت. به تو چه؟ راست میگفت، آخه قرمز زده و راه افتاده وسط حیاط، اما جرمون گرفت. به تو چه؟ جمشید گفت چی نگو، ما اصلا چیکار به زنه داریم، نشستیم این بغل بنیاد باران دیگه واسه خودمون. دلبر رفت پاک کرد، اومد گفت چیه دلت خنک شده؟ تو دلمون گفتیم خیلی خری. مدیریت اصلا عجیب بود. ما هم دیگه حوصله هواخوری و عبدالله نوری نداشتیم. عصر از لای در نگاه میکردیم میدیدیم مدیریت داره با طبقه بالایی ها هوار تلفن حرف میزنه. هی میگفت آبیگم پیزن از تاکسی خالی میترسونی؟ شما قطع کن ببین ملت آسایشگاه چطور با نشاط و شاداب توی دهنت میزنه. ما گوشی دستمون اومد، آخه ما تو اوقات بیکاری مسائل رو تحلیل میکنیم. فوراً پریدیم دلبر رو بفرستیم تا قطع نشده بره حموم. مدیریت عجیب اومد پشت بلندگو گفت آقا از فردا آبیگرم جیره بندیه. گفتیم ببخشید واسه چی؟ گفت خفه حرف نباشه دیوونه، همینی که میگم. جلو جمع کنفمون کرد، جون تو جیرمون گرفت. بابا مگه ما چیکارت کردیم حرف زش میزنی؟ دلبر اومد گفت چیه دلت خنک شده آب نیست؟ تو دلمون گفتیم تو که حموم نرفتم خوبی، اما وقتی زیر آب یخ پیل زدی اون وقت دلم خنک میشه دیوونه. مدیریت چه عجیب بود. رفتیم تو حیاط روزنامه آزاد بخونیم، گفتن تموم کردیم. باقیش هم با شیشه ها رو پاک کردیم رفت به کارش. روزنامه قدیمی ها جوهر پس میداد به دست و بالمون، دستامون سیاه شده بود، همه زشت شده بودیم. یه روز جمشید رفت بالای صندلی گفت آقا هر کی میخواد مدیریت عوض شه بیاد این ور وایسه. دیوونه ها دیگه صبرشون چیز شده بود. دلبر فوری دوید. ما هم یواش میرفتیم. گفت تو دیگه کجا دیوونه؟ تو که دلت خنک شده بود. تو دلمون گفتیم جمشید رفیق قدیممونه، تنهاش نمیذاریم. رفتیم پایین صندلی وایسادیم، به مدیریت گفتیم ببخشید عزیزم میشه عوض شین؟ مدیریت عجیب بود. اگه مدیریت قبلی بود با ذکر چند صلوات و مذاکره با نمایندگان معترضین قضیه رو دوخت و دوز میکرد. این یکی مدیریت اومد یه اخم نظامی کرد، بعد رفت زنگ زد به دوستاش. ما دیدیم یه لشکر قولتشر ریختن تو آسایشگاه. یکشون از بالا سر به ما گفت شما چیزی گفتی؟ دلبرم وایساده بود، اومدیم جلوش در بیاریم دیدیم یارو 3-4 متر. گفتیم تو نه ما چیزی تراش داری؟ جمشید اومد گفت اوه گل شما چیکارش داری؟ یارو گردن کلفته یه عقب کرد، جمشید از حال رفت. مدیریت خیلی عجیب بود، نذاش عوضش کنیم. فردا اومد پشت بلندگو گفت هر کس یه بار دیگه شکر اضافی بخوره دیگه از همون خبری نیست. به مدیریت عجیب گفتیم حالا خودمونیم چرا عوض نشدی؟ گفت ول کن یه چیزی بود گذشت. گفتیم این بچه آخه اصلا لالمونی گرفته گناه داره چرا همچی کردی؟ گفت بابا ول کن میگم گذشت رفت دیگه. دوستاش هر روز میمدن آسایشگاه، قولتشرا میرفتن تو اتاق بلند حرف میزدن. مدیریت میومد پشت پنجره به چشمانداز و امید آباد خودش خیره میشد. دیگه شلوار رو تا وسط کافیشه میزون نمیکرد، حال تشر نداشت. دوستاشم که بلند حرف میزدن این زمین رو نگاه میکرد. یه روز اومد پشت بلندگو گفت همه صف وایسیم دیگه وقت رفتنه. هر کاری کرد جمشید نیومد سر صف. ما دست بلند کردیم گفتیم مدیریت عجیب ببخشید دیدی دنیا 2 روزه وفا نداره؟ دیدی تنابش تخمی بود؟ دیدی گرد و خاک کردی گرد سم خران شما نیز بگذرد؟ دیدی دیوونه ها همه اخمو شدن آویزون شدن؟ دیدی مردم بی لبخند؟
دیدی دیگه نان نداریم یا آبی گرم و بستش کنیم، دیدی زمین صفر نبود، دیدی حیف کردی، دیدی دیوونا جای چونه زدن واسه آبی گرمش و همه رفتن فیسبوک و مکافات از لجت، دیدی لاغر شدیم رومون نمیشه بریم بیرون. مدیریت عجیب با شما دوست عزیز نگاه کرد به دوردست، گفت اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. وقتی میرفت دوستاش تا دم درم باش نرفتن، هنوزم دیده نمیشه، صداش که کردیم جواب نداد، از همون تو حیاط داد زدیم خداحافظ مدیریت عجیب.